عم بلوٹے چون کہ تو کشتا فروش شام روم میں حستا برچ شام روم یا کتا چام عرض تصویر مشاهده خدا عزیز و انشاءاللہ درگاہ لوٹن کے مرحوم مغفرت بکام دوستی بازماندگان صبر جمیل عطا بکام واسه افتخار من این بچه خدمت مردم ذاتی در آباد اصلا قسمت فاصله کشاورزی باشید تا 1500 متر مربع زمین اراضی آقای فلان تصرف گردید. آیا مانی مطلب چیه که مانی لوگل آهن اگر افرادی که به هر حال به هر دلیل لانچ بسته و فاقد مجوزن آیه قضیه الان خود تشکیلات ایران هم عملا جلوی روند گرفتن واقعی تبارش اینه انشاءالله دیم هفته ماره برنامه هستی که نشستی در ماه امیدواری دعوت بودن من جناب دکتر کردی والا فرمانداران چابهار قرار انشاءالله پیش شایی سه شنبه روز ما برنامه ریزی بودن که جامعه سیادی ها های نشسته بگیره جامعه سیادی چه در واقع درستین به منظور جامعه سیادی یعنی همه کسانی که عنوان کاروان वादे अक्सर टूट जाते हैं कोशिशें कामयाब होते हैं ये वादा अपना पुशक वहाँ आप कोशिशें कामयाब बनाते हैं वो तो मैक्सिमम एक वादे को मुस्कुराते हैं और ये वादा तो हर जगह पूरा नहीं मना दिन बांध जरूर आज आप माल तेरा मान दिए शायद कर भाई शम्मा तो आप वही मौजूद है वो दूसरा दौलत शिद्दत तारा है वो बात से इर्तिका है बाक्श दाराबाद है शाहरिस्तान मुतालबे ये निज़ाम मुताल्लिक़ शमा دولت هم متعلق به شمایند و هر نظامی، هر دولتی، هر حکومتی بقا و دوامی هم حضور مردم و نقش آفرینی مردم و همراهی مردم و این رابطه عاطفی بین مردم، بین ملت و دولت به معنای عامی راز و رمزی هم همیشه و نماینده عالی دولت در استان جناب آقای استاندار هم قوت گندی دغدغه‌های کلانی که هست یعنی در همین جغرافیا با وسعت استان چندین سفر در این مدت کوتاهی که ما به هر حال یحتاج این برنامه خدمت شما حضوری پیدا کرد حداد عادلہ کی بلوکی لفظ میں واسطہ تعریف بکنی دیگه محروم ما بشیم آقای رئیسی نماینده مینا بشیم ما محروم بندر عباس نماینده بشیم ما محرومی نہیں کہ محرومیت کا کوئی واسطہ ہے کیونکہ واجب بات لگی چاہے کہ اتنے وہ بہرحال نمائندے وظیفہ شکل موجود ہے حتما معایر بکنتے ہیں انشاءاللہ سعی کریں کوتاہی مکنی نکاتی که از تعجب است آقای دکتر مهدی پور من نظر میں بلوچستان واسطه وقتی سرمایه مهدی پورها دیگه هست که باز این زیلی تو که این فرصت حتما باید دایق بمانده باید مهدی پور شاخصی نیروی برای این منطقه ما معتقدم که ما باید سرسازی بکنیم اگر کارسازی بکنیم این منطقه در آباد اگر یا تعبیری که فرماندار است چه گیر دب تلیر دب چه بارک تا گالکا چوشین ظرفیت کام نیست سک بازا اگر باید کوشش بکنیم شکوفا بکنیم انشاءالله و ما ممنونم و واجه محبت بوده و در این زمینه البته واقعا آیه یوسفیه کمال کو چون آیه در واقع انی متاسفانه لحظه اما چیزی که به کزو مانند سرای زرنگان